همش ترسانی وای تا اوکی قورباغه من هم تو را جستجو دارم. کمیسر وقت نوای ترما برماده با ما را کجای بدی اوکی؟ اگر گفته هایم را کنی شاید یگان فکر کنم. با فکر من نفری که به مزار زهرا رفت و با حجره خانم زینب در آمد کلتکیلس است، ولی نمیدونه که انگشترینش در دستی توست. چیکار کنم زبید؟ اعلان کنم که انگشترین در دست من است. کسی خواهد آمدن میگیرد، سراغ معلوم است. میفورد که بیایه. آمدن گیرد. تو اینجا هستی کو؟ بله من اینجا هستم. زینب رو محافظت میکنم. اجازت نمیدم که آن گرگ زینب رو بیترساند. ای کمیسر دیوونای چای چیکار میکنه باشه؟ ما خودم جور ندیستم کجا میرم آخه؟ عشقم چه خیلی که گفتم پگاه اولین شده با آنجا برویم. من به تو نگفتم که او به اینجا میاد. روحی این چی گفت هست؟ روحی فیلمگردانی خانه بگردد از این خانه نمیره دیگر. کلاسی لعنتی این بار از دستم گرخته نمیتونی. صبح اون کلای زدت رو میگیرم. چی شد؟ زود باش. کجا رو؟ دستگیرش کنید زودتر. دستگیر کنید او رو التماس. همه ترسید من اینجا هستم. روحی دافاقش را بکشم. هرگز اجازت نمیدم که تو رو دستگیر کنند. یه جورا در این نیمی شب در اینجا چیکار میکنیم ها؟ یک زاغ سیاه از پیشمون برای چی؟ یک زاغ سیاه پیشمون برای چی؟ ای بدبخت تو میدونی که حیاج هرزمو دارم اینجا نوزه صلح را میشناسی؟ الو یادشون کردم های؟ سحر دخترها رو در قهوه خونه ندیده بودی؟ ها؟ ندیده بودی؟ او سحر بود. حوض شب شده. میخوام که 24 ساعت در پیشم باشه. اینم تا گم که من تو را دوست میدارم. اچوقش کنم به. انا زاغ سیاه. ها؟ زاغ سیاه؟ انا ای دیوونه از ما چی میخواسته باشه؟ برادرم انا زاغ سیاه اونجا است. اون از پس شوکت نیست مگر؟ همکاری جنایتکارش هم رو آشد. شوکت یک بار اقلا سرت رو در بلو نگذار. ای برادر یک کلتکیل است. بس نگریز بخدا. هم برای پلیسا من جوابی تو را میگم. بس من خودم گپ میزنم بچه. تو کی خودت سرت مرا میخپنی؟ ای بدبخت دوست چطور مرا فراموش کردی؟ من برادرتم شوکت. شوکت تو کی ولی مرا میخپنی؟ ای بچه کلتکیل است. همین کارا تو را میزیبه. ها؟ میزیبه. کلاسش که ما قورباغه. ای بس بناموس بمبر به همین روز نخواد قورباغه گویم. اما کلاس خوب نبود همه میشنه. ای بناموس گوشه ولی ما طرف. کلتکیل است بس. شوکت بیعقل کار میکنی که اون آدم رو دستگیر میکنه. کلاس برادرم اون لگون گپ ببینه چی میگه. بس گپ کلاس ای بردک ای عقل داری تو ای بودا کی میخپن بخدا ادی من اومدم گیر. برادر تو بگریز برا من خطی رو گپ میزنم. ای ولم که چیکار میکنی برادر؟ بو پر به بالای سیتکا بگریز من خطی رو گپ میزنم. مخما چلایی پاو کردستم. یا که نام تا قورباغه کدای برآمده نمیتونی. وای کلاس دستگیر کردم تو رو. با هیچ کجا گرخته نمیتونی. ای جلوخه که بو؟ چی از من میپرسی؟ گویا نمیشناسی کمال سیاه یا خی؟ کمال سیاه؟ کنی جوابی اون کلای زدت رو بگیریم کاری تو رو حل کنیم مساوی میشویم. برادر مرا باوری داری؟ باوری دارم. گرخته فریده لعنتی هیست. کی بو؟ نقابت رو بکش. ای دیوونای چی میگی؟ چهرت رو نشان بده. اگر کلاس نباشی تو رو سخت لطکوب میکنم. ای چی میگن؟ برادرم ترسیده سخت ترسیده بیچاره. دختری نقابدار من شاهدی میتیم. 150% کفالت میتیم که همین کلتکیل است. من آخر تو را دوست میدارم سیرم دیوانه. دوست میدارم. من تو را به هجری نمیدهم تو را به هجری. دوستت میدارم تو را
این دختری نقابدار نیست و اینجا چیکار میکنه؟ البته که کلتکلش دوست داشته‌اش است. او رو نجات آمده است. در حال باید یگان کار کنم. من ویران میکنم آن نامزدی را، ویران میکنم. آه سیرم دیوانه، سوزاندی خاکستر کردی کشتی اکتایی. این عاشق سیرم دیوانه است. حیران شدم. وجدان انسانی به این محله ارمی رو فرستادن در کار. اگر این رو سیرم دیوانه شنود اینجا جنگ کلان برپا میکنن. الا ای سیرم دیوانه، شود کنعان دیوانه فدای چشم و ابرویت، دود مجنون وار هر دم بسویت، شود شوهرت در روز تویت. آخر این خودش را دیوانه کرد کو؟ وای وای وای، انا دیدی عشق حتی کنعان دیوانه رو دیوانه کرده است. این عشق است آخر. انا میخیل همکار، عشق آدم را همین خیل میکند. برای عشق جان میدهند، برای عشق قربان میشوند. کمیسرها چه خیال هستید؟ انا دیدی کنعانی معبد آمونه عشق در حقیقت آدم را کور میکرده است. کنعانی دیوانه عاشق دیوانه کرده است. ای مردک بدبختو گریختن که در پیش چشمون ای دستشون دادیم. با خدا رفتند؟ کی با کجا گریخته است؟ ها؟ ای روتسیا که کنان اگر تن نمیبیدیم او را دستگیر میکردیم. کجا شدن اون ابله ها؟ هوی خوردن. شبه از بین رفت. اکنون باوری داریم که قهرمان کلتکلس است. باوری داریم ولی او را چخیل دستگیر میکنیم. در امنیت آدم داریم، به ما یاری میکنند. چخیل میدانستت را بگو. تا جایی که میدونم کمیسر مراد عملیات بسیار مخفی را میبرد. همین قدرش از کمیسر زوبایت فهمیدم. نام این عملیات کلتکلس است. چرا مخفی بودن این عملیات را ما هم نمیدونیم. این را تنها و تنها کمیسر مراد میدوند. شد میتوانی روی. پگاه کمیسر مراد را به گپ میدراریم. چرا میفهمیم؟ هر دویشان اگر در یک تشکیلات کار کنند شاید یکدیگر را میشناسند. کمیسر اخیو کی بیدن یه جون ما به عذاب خلاص کردم خریب میکشتن ما اخیو. شد تمام. تو وظیفت رو اجرا کردی. حاضر رو یک مدت پیدا نشد فهمیدی؟ خیلی سونم تیمون اخی. از حد نگذران. منش تمام. تو رو تنها برای این روز بخشیدم. رو. گپ نیست کمیسر. زبید را فریب کردن کاری آسان نیست ولی این رو باه تا یک وقت می شود. تو در کجا هستی؟ کار داشتم سردارم. کارت رو مرا با دقت گوش کن. کلتکلس با این دختر نقابدار چه علاقمندی دارد؟ چی خیلی سردارم؟ بینشان عشق عاشقی است. مرا گوش کن. با این سفسطه های زاغسی وقت را از دست میدی. کلس با ما بازی دارد. احتیاط کردم در کار. به مرادم باور ندارم. تا حال نمیدونم که بدبخت کی است. دختر نقابدار ما را نزد کلاس میبرد. فهمو سردارم. تو نبودی امین خیلی؟ اگر او می بودی رویت رو با من نشان میدادی. زنده می بودی.
آخرین دختر نقابدار چرا با من یاری کرد نفهمیدم. که بچه‌ان صبح بخیر خرید فراموش کردیم بطر دعوتنامه بتیم. صبح بخیر مکی سعدی. این دعوتنامه چیست؟ بعد از نماز عصر نوزدی هجری و سیرم میکنیم انشالله. اگر نوایی به خدا خفا میشیم دیگه هم راه دور نیست در محله پویور میکنیم. سیرم و هجری؟ تو بگی میایم. ما انتظار میشیم. آه بچه، هجری را به سیرم دیوانه میدهند. این خیلی میشده است؟ این کارو بین. سلام علیکم مراد. آها سلام علیکم هجری. مبارک شود. چی مبارک شود؟ آخر با سیرم دیوانه نامزدی داشتید. گرچند در دل تو سنم است فکر کردم ولی بخیر باشد. حالا هم دیلم با سنم است اهمیت نده تو. من با سیرم دیوانه خانه‌دار نمیشوم. چخیل نامزد نمیشوی؟ این چی است؟ دعوتنامه است ولی با این اهمیت نده. تو به سوالم جواب بده. با آدمی که عاشق نشده خانه‌دار شدن جایز است مگر؟ میپرسم استاد گوش کنید. اگر آدم‌ها با هم دیگر عاشق نشده خانه‌دار شوند جایز است مگر یا نه؟ چی؟ خانه‌داری عقلانی میگویند چی میگویند همون جایز است یا نه؟ با این چی میگن؟ درباره خانه‌داری میپرسد. هجری تو به ما عقل قرض داده ای که این خیلی سوال ها میپرسی. در من عقل نمانده است دیگر. این مردک جایزه یا نه؟ جایز نیست هجری. خانه‌داری عقلانی گفتنی گپ نیست، چون که در جایی که عشق باشد عقل نیست. خاموش باش. عشق با عقل یک جان نمی شود. این خیلی چیز نمی شود آخر. یعنی استاد بدوز داشتن خانه‌دار شدن جایز نیست همین خیر؟ یا خدایا هجری، یعنی جایز شاید باشد اما درست نیست. مرا میفهمی پسرم؟ یعنی دو نفر همدیگر را دوست ندارن خانه‌دار نمیشوند. یعنی خانه‌داری عقلانی وجود ندارد. خدا از شما راضی باشد استاد رحمت. بسیار راحت کردم. خیر روز بخیر. برنامه ما باشد در اینجا به آخر رسید. گوش کن هجری پسرم. بخشش هجری. عائله‌ای که به عشق بنیاد شده است تماما عائله بی منطقانه است، چون که در عشق منطق نیست. اگر منطق خواهی شود پس عشق نمی شود، چون که عشق تماما حرکتی بی منطقانه است. یعنی جایز است استاد پرسیدم. اگر پرسی که جایز است یا نه هجری، نیست، جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. خدا از تو هم راضی باشد. مثل استادم زیاد جواب دادید. چه خیلی نباشد رای حق یک است. آخر با سیرم دیوانه خانه‌دار شدنم جایز نیست، چون که او را دوست نمی‌دارم. یعنی که جایز نیست. آن دفتر از کجا پیدا شد هجری؟ نمیدونم آخر از کجا برآمد. تو دادی به من؟ نه من ندادم. یا خدایا. خدا از تو راضی باشد استاد مراد. یا خی کمیسر مراد. خدا هم از تو راضی باشد. رحمت. عزمی جان چی گپ است؟ چی کار کرده ایستاده؟ سلطانم خوش آمدی. خوش باشی. بعد گپ میزنی. نامزدی مراد با زینب رو تیاری دیده ایستادیم. چی؟ این خیلی نامزدی میشود مگر عزمی جان؟ البته که میشود. چه خیلی نمیشود؟ اصل بری میشود. بعد بین هم پس از آمدن روح کلاس با قصر چهره هممون غمگین شده است و عصبهای هممون خراب است. همین خیلی نه. آخر ما هم حق شادی کردن را داریم. میگویم این خیلی نامزدی کنیم، رقص و بازی کنیم، خوشحالی کنیم، برقصیم، بسیار خوب میشود. شود عزمی شود. تمام. گلی خشروه. تو فکر کردی که من هجریم رو به تو میدیم؟ شیطان. حالا میبینی. زود باشد. زودتر باشد. وقت رفته ایستاده است.
ای خدا از اکای کنان راضی باشد. با خدا اگر او نمی بود من و برادرم میدونی چی؟ یک چیزی رو پرسان شوکت، تو همین کلاس رو در حقیقت دیدی؟ یعنی با چشمان خودت دیدی؟ ای باشه دیدم، نقاب داشت، نه که من دیدم. من کلتا کلاس را ای بوش حس میکنم که برادر من سیدکر برآمده نتونست، نه که من انیق میدانم که برادر من. انا دیدی نفری که با دیوار برآمده نمیتواند کلاس کس مگر معلوم میشود که او کلاس نبوده است. ای حیوان اون نامش قربقه کرده برای همین برآمده نتونست. برادر ما را هر گام بدون چی کار میکنم. خاموش باشید. دعوتان را گیرید. حاضر کلاس را به شما نشان میدیم. حیوانها. آه سیرم دیوانه، آه مرا به چی احوال گرفتار کردی؟ اکای کانون تو خودت رو بیهوده زیق میکنی. چی خیل؟ آخر تو پسندش نیستی؟ یعنی چشم دختر به هیجریت، برای همین گفتم آخر. به خدا ای همین بیعقل چی گفتی سه اکای کانون؟ اکای کانون آدمیه که همین سایرم نگوش نکنه، هر یک دختر ایدومش میدوه کی؟ آخر رو میپروند. راست میگه اکای کانون. مرا گوش کن، اگر تو به سایرم دیوانه اظهار محبت کنی میدونی چی میشوه؟ با هم تپونچه دستش هر سه ما رو میپرونه. انا هر سه ما جنازه کرده قبرستان سرسو میبره. کنعانی جان برکی رفتی. اکای کانون زنده ای؟ چی داد میزنی تو؟ بخشیش چیکار کردی؟ بخیز برادر. سلام رنگ جین در آمدی میمری اول سلام علیکم گویی با بدرویی. اکای کانون آخه دیدیش؟ تو و من نمیخوایم که این نامزدی عملی شود. بله با خدا نمیخواهم. یا نقشه دارم. از راستی؟ از راستی، ولی تو هم با من یوری میکنی. میکنم. نه устод ягон одам ба қувват кати разбор кани грези чӣ хелай? шогирд, гурехтан танҳо кори тарсончакҳо аст. ҳатто агар донӣ ки шатта мехӯрӣ аз майдони ҷанг намегурезӣ. фаҳмидед? фаҳмо устод. рафтем. устод ин ҳами хича зур мегирад. اینها باز جنگ میکنن دخترها. بچه ها دروازه ها رو آماده کنید. بچه ها دروازه ها رو آماده کنید. با فکرم اکای کمالتان بازی کردن میخواهد. چی کار میکنن؟ بسیار یک بازی خوب و مردانوار میخوام بچه ها. بازی کردن و غالب شدن در وجودی من است. واهمه نکن کمال. از تو انگشترینم رو میگیرم. اریول یا رشکا؟ البته که رشکا. مادامی که رشکا گفتی اریول از من. اریول توپ یا دروازه؟ دروازه. قبشه نگذارم. بیا استاد. ولی این خیلی نمیشود آخیر. بازی گل میزنن سر بیده لطفا. خوش باش که کارت زرد به تو نشون میدم. کارت زرد؟ رها کن مرا آخیر. زبان نزنه بچه با تو بازی کن. آخیر دوبار نمیبینی او رو از پا افتون. کارت سرخ بیده. میدان رو نگاه کن. این چیست آخیر؟ خیز ازیت بازی رو دوام میدهیم. آفرین انا بهترینی تو. زنم خزن. استاد آفرین. آفرین اکا.
دوستش می‌دارم. کارت زرد. نمیگذارد که حواسم ما رو بکنیم آخر. بچه ها دوام میدهیم. کنه بینم. ولی این خیلی نمیشه داخل کیف میزند. برادر اگر این خیلی نازک باشه بازی نمیکنیم. بسیار گپ نزنید. بازی رو دوام بدیم. این خیلی باشد میلش. بچه ها کنین طرف ایستید خوبتر بازی کنید. آفرین بچه ها. آفرین. ای بچه ساز بازی کن. پایم. اوف. برای بر دروغ به زمین افتیده رقیب رو فریب کردن با تو کارت زرد. چی خیلی از دروغ پایم ورم کرد باز کارت زرد میگویی؟ مثل نمر ساخته کاری نکن. خیلی بازی کن. خیلی مردکا بازی کن. چیزا دارم میپرسوی؟ ورم کرد. نیست یک اون طبیب اینجا آخیر. من یاری اول رو میدونم. آرام باش. بازی مساوی به انجام رسید. دوستی غلبه کرد بچه ها. برادر بازی کردن نمیتونی. دروغ به زمین خود رو پرتافته بازی رو قطع کردی. بیایید از اینجا رویم آخر. کمال باور کن همین خیل شد. بازی دیگر میبینی. آرام باش. منتظر شد. اوف. ای پایم بسیار بد شده است. چیکار میکنی تو آخیر؟ ایست آخیر. یک ثانیه. پایم ورم کرده است خانم زینب. چرا نمیفهمی آخیر؟ با تو خوبی هم کردن نمیشودی؟ ببین او را ببین چیکار میکند. بین باز ریزین آورده است. این یخ نیست آخرین خنک نیست. یا خدایا. санам чаро таҷили даъватам кардӣ? бояд аз он медодам ки даъват кардӣ зуд омадам. санам чӣ шуд? чаро ин хел нигоҳ мекунӣ? ман ба он номзадӣ ҳаргиз намеравам. санам ба ҷуз ту бо ҳеҷ кас хонадор намешавам. бовар кун. ба номзадӣ меравӣ а иҷрӣ? ба номзадӣ? он гаҳворабахши пастат ҳаст ку? ба ӯ дарсе медиҳам ки ҳаргиз фаромӯш намекунад. вақте ки туро аз номзадӣ медуздам бисёр мехоҳам чеҳраи сайрами девонаро бубинам. маро медуздӣ? ту ҳама чизро ба ман гузорӣ ҷирӣ? бе ин ҳам канони девона ба ман ёрӣ мекунад. ман туро медуздам иҷрӣ? чӣ хеле хоҳӣ санам? ангуштаринамро аз вай чӣ хел мегирам? сулҳия, ту ин чойро барои кӣ мебарӣ? ба комиссар мурод. инро ман мебарам. ту рафта корҳои ошхонаро кун. мешавад. کنی این اصول رو بسنجم؟ آخه چرا من همیشه با این قهوه خانه میویم مثل که دیگر قهوه خانه نباشد؟ روی آن بیشرم را دیدن میویم چی؟ بفرمایید. باز تو هستی؟ چای را دیگر نفر آورده نمیتواند. چی گفتنی باز من؟ یک چیز میگویم، تو همیشه مرا تعقیب میکنی. چرا من تو رو تعقیب میکردم؟ این چه علاقه دارد؟ تو مرا پای بردی؟ کاری دیگر ندارم پای میبرم. چه علاقه دارد؟
خوب هستی؟ نه چیزی نیست، خوبم. بیشرم کنی تو این چای رو نوش. این انگشترینی من است، انگشترینی من. گوش کنین جماعت مسلمین، همه تونا به نامزدیمون دعوت میکنیم. نشنیدیم نگوین، از همه جا راست به نامزدی میریم. رفتیم. مبارک شود. مبارک شود جناب سال. تو رو هم منتظریم جانم. در روزی خوشبختیم چهره اندوهگینی تو رو بسیار دیدن میخواهم. بینید خوابم برده است. آقا مگر در قهوه خانه خواب میروند؟ همه جایم درد میکند. نهایت بدور شد. خیلی بیایید برایم، با نامزدی دیر میمونیم. وای دخترها، من نمیروم، این را دانسته باشید. بیایید با بالا برآمده آماده شویم. رفتیم. سلام علیکم. علیکم سلام. کمیسر مراد، تو به نامزدی نمیروی؟ نامزدی کی؟ نامزدی هجری. نامزدی هجری میروم حتما میروم. بیا میرویم. رفتیم. بیاید بچه ها میرویم. رفتیم. خوابم برده است. مبارک شود. مبارک شود. جناب سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستم. مبارک شود خاله آسیا. مبارک شود. جوان خوش آمدید. خوب دیگر مبارک شود. مبارک شود. خیلی بگذرانیم. یعنی آخر اول یک جا را خوب بشناسند، بعدتر
قرار میبرند آخر یک بار نکاح نمیشود آخره. البته جانم مثل گفته تو شبا خیلی خوب میشود. نکاح یک بار نمیشود آخر نمیشود. اول یکدیگر را شناسن دیگه کو بچهای ما اول یکدیگر را شناختن بعد قرار دادن. البته جانم مثل گفته میشود. چه هست تو؟ اما خیر بشود. بله مرحبت گذارید شیرید. مایلش جناب تیزتر باشد که آش تمام شود. در جانم زنین. مرحمت شما خوش آمدید. مبارک شود جناب مبارک شود. سلامت باشید. مرحمت گذارید. تشکر. خوش آمدید. انگشترینم رو از او گرفتم و حال هم نفهمید است. عجیب. یعنی من فکر میکردم که هجری سنم رو دوست میدارد. بیچاره سنم بسیار زیق شده است. بسیار عجیب است. هجری هم گفته بود که سنم را دوست میدارد و نامزدی نمی آید. یعنی این کار هیچ به هجری نمیزیبد. هجری رو سوهوس میشناسم. هیچ کاری نادرستش رو ندیده بودم. ولی سنم رو خوب میدونم. او هجری رو هرگز رها نمیکند. من هم همین خیلی فکر دارم. یک دقیقه تو هجری و سنم را از کجا میشناسی؟ چه خیلی از کجا میشناسم؟ در یک محله زندگی میکنیم. چی دونم؟ همین طور گپ زدی گویا سالهاست را میشناسی. یعنی من همه چیز رو از میلیس فهمیدم وگرنه نمومدم به این محله. فهمیدم. خوش آمدید باز بیایید. تشکر. بسیار با من سبود. تشکر. میلیس خوش آمدی زبید. خوش باشی. در یک مسئله صحبت کردن در کار. گوش میکنم تو رو. کو بشین. میلیس دخترم اکید گنده معقول مای میفورم خودشون شناس بشم لیکن دربارش اگون چیز نمیدانم. مثلا از چی خوشش میوید، چی رو دوست میدارد. من نمیخشم میدونم که جرغوتا و قیمقا و دغوای فیض‌آباد دوست میداره. زینب جانم کم تریگه معلوماتم بده. ака ту ҳозир номзадиятро ҷиддӣ бо сайрам қабул мекунӣ? охир ту нами омадӣ ку? گفتم که حاضر حل میکنند. زود بیایید. بودشک رفتیم. ایهود کجا میره؟ اینه با این طرف. ایروز لخچه مهمان های عزیز و آل قدر، اینجا پسرم هجری و سیرم توی دارند. قدم اولینشون رو به زندگی میگذارند، با هم پیوست میشوند. انگشترینشون رو به آنها میدیم. چرا آنها آمدن؟ چون دستم مدتی دستتی؟ مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود بچم. مبارک شود. مبارک شود. آفرین. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. جناب مبارک باشد. خداوند برکتتان را زیاد گرداند. مبارک شود جناب سعدی. سلامت باشید. سلامت باشید. سیرم جان اکم رو دوست دیدن. اکم رو دوست دیدن. بچه باشید. کی دزدی؟ هجری جان چیکار کردی؟ چی گپ شد؟ من گفته بودم که سنم نمیگذارد که این نامزدی شود. شد آرام شد. البته آدم دوست داشتهاش را صاحبی میکند، صاحبی کند، اما من باید وظیفه‌ام را هم اجرا کنم. ایست. گویا حادثه رو ندیده ای. بین دو دوست داشته ندارو.
مرحمت بعد میفهمم. مرحمت گذارید. سمی راست چی بخواب نقلتن خیلی باشه زود باشه سلام جان کنی بیا زود مرا گریزون سنم میگریزونم عشقم زود باشه که کنون میرویم زود باشه میرویم زود باشه داماد را دوزیده بچه من دزدیدن میدونم این کارو کی کرده است خاله جان میدونی کی دزدیده برای چی نمیگویی میمونی ترکیه این رو این خیلی نمیگذارم مهمانان عزیز برای آمدنتان تشکر روزی نامزدی هجری و سیرم دیوانه را به یگان روزی دیگر میگذاریم اگرچه به تأخیر گذاشته باشیم ولی من شما را به نامزدی نمیفرستانم عزمی جان شد آخر لطفا معذرت میخواهم من اینجا هست بگیر آخر مهمانان عزیز اینجا در بین ما دو جوان هست که یکدیگر را دوست می‌دارند دیوانه‌وار دوست می‌دارند کافی است ولی عشقشان را به یکدیگرشان اعتراف کردن نمی‌توانند آن جسارت را هنوز پیدا نکردند چی میگوید این دیوانه؟ درباره من نگفته ایستاده است. درباره من هم نمیگوید. دلهایشان برای یکدیگر بسیار تپش میکند برای همین خواستیم که به این جوانان یاری رسانیم و برای آنها سورپرایز کردیم بله مهمانان عزیز محترم با اجازت شما کمیسر مراد و زینب شنی را با قصدهای شما به صحنه میخوانیم عزمی کافیست آخر لطفا تبریک میکنم مبارک شود تشکر مبارک شود کمیسر مبارک شود کمیسر مراد مبارک شود کمیسر عزمی جان آخر گفتم که خواب من است نگاه کنی خودم مدادیم بس بودید عزمی کجا کنم مراد زینب کجا رفتم من شما را خواهدار میکنم نکاح کنی حقیقی من هستم دیوانه را ببین قریب بود که با اون دختری بیشتر مرا خونه‌دار میکرد گریز مراد گریز دیگر کاری ندارم که با این آدمی دلگیر نامزد میشوم خدا نشان ندهد سنم چرا این بچه رو به خونه من آوردی؟ هجری رو دوست دیدم مادر چی؟ دزدیدی؟ دوست دیدم مگر از نامزدیش دزدیدی او را؟ دوست میدارم دوست دیدم با خدا منم سنم دوست میدارم آی بابای قدیر پدرش خدا پدر معظم و سیرم دیوانه با هجوم آمده ایستادن آی باز از ما چی میخواهم؟ زود نامزدم رو به من دهید چی خیلی نامزدی تو بود از دیوانه؟ هجری مرا دوست میدارد چی به شما بچه مرا دزدیدین؟ تیز گرفته اینجا بیاریناش نخواد که در وقتی نامزدی داماده بدزن بشرما نه پدر هرگز هجریم رو به آنها نمیدی من رو میکشم اگر هجریم رو به آنها دهی دیگر رویم رو نمیبینی این را بدان آخر دخترم تو عقلت رو از دست دادی چی کار میکنی این آدم رو به زوری گرفته نمیتوانیم آخر نه خانم چمان من 100% راضیم یا گندازه نمیفهمی من بچه خود نمیخوام پدر نه ما کسی رو که به خانمان پناه برد به هیچ کس نمیدیم فهمیدید؟ چی به نمیدادی؟ اگر ندیم چی میشود؟ بمبری و میتی شما با هجری چیکار کردید؟ یا اینکه ناموسش رو شکستید؟
ай девона ро бубин чиҳо мегӯяд ҳаматонро мепаронад сайрам без бачам сайрам накри кора накри ро дар айни ҷавони турма мешавӣ монаш парона оли ёшай камтар дар турма бишина баъд меброя ҳеҷ гап нест ҳозир маро хуб гӯш кунед ҳиҷрӣ бо бовариитон ва ирода ва хоҳиши худ ба хонаи мо талаби паноҳҷӯӣ кардааст ва ин хоҳишро мо хуб омӯхта барои ин ҷо истоданаш мувофиқ донистем ҳамаш ҳамин нуқта як дақиқа ин бовари том гуфт ку бовари томаш чӣ маъне дора бо ҳиҷриро нагирифта ба ҳеҷ куҷо намеравам агар тавонӣ кани биё бигир ҳодисаро гӯё надидаӣ байни ду дӯст дошта надаро ки аст он духтар худашро кӣ меҳисобад ман зуҳроямро дӯст медорам ангуштаринам нест ангуштаринам нест ё худоё ангуштаринам нест аз зуҳроям ягона хотиротам аст нест ё ин ки вақти футболбозӣ афтидааст шом бахайр ҷаноби зубайд ассалому алайкум аҳли хонавода куҷост ман ҳеҷ касро надидам файзобод рафтан ҷурғотои файзобода хӯрдани ман то қамону гуфтам ҳамиҷа ягон филми ошиқӣ тамошо кунам кадом филмро тамошо мекунед титаник кинои дӯстдоштамай зайнаб ҳама чиз аст ина чипси аст қанфити футфучакам аст мавизам аст бодрингам чаро ин филм киноро дӯст медорам ин филмро аз куҷо пайдо кардед ай кашкашак истод ай кашкашаки поён гирифтамаш зайнаб куҷо рафтӣ این آدم چیکار میکند؟ مثل که چیزی را جستجو دارد دیوانه میشوم نیست انگشترینم نیست
الو خوب هستی؟ خوب نیستم. چرا؟ چی شده است؟ صحبت کردن نمیخوام. کالتا کلاس را پیدا کردن نتوانستی؟ همین خیلی نه؟ با تو همیشه میگفتم که از پسش ندو دخترم. در آخر زیق میشوی، میدانستم. من خوبم، پروایی مرا نکنید. نه خوب نیستی. گوش کن، به نزدم بیا، فهمیدی؟ در نزد مزار زوراشنلی هستم. منتظری تو میشوم. قهرمان، نسبت زینب شنلی علاقه داری؟ او رو دوست میداری؟ میدانی که نباید به یگان زن عاشق شوی، همین خیلی نه؟ باز این دختر اگر دختری امکی زهرا شنلی باشد هرگز نمیشود. زهرا شنلی مرد. زینب رو دوست داشته، زهرا رو باز پس گردونده نمیتوانی. من در زندگیم تنها یک زن رو دوست می‌داشتم. چی گفتن می‌خواهی نمیفهمم. با زینب شنلی علاقه ندارم. او یا که دیگر زن نباید به حیات تو درآید. وظیفه تو اژدها را به ما آوردن است. او با کی گفتگو دارد؟ برزیلی‌ها سازشنامه را قطع کردند. ترکیه از این ضرر دید. کنسول را باید هر چه زودتر از بین برداریم. برای این باید اژدهای سرخ را دستگیر کنیم. اژدها را برای شما زنده میارم. قهرمان، اگر یک زن رو در دلت جا کنی مشکلی میکشی. قهرمان شده نمیتوانی. همچو کیلس میموری. این رو هرگز فراموش نکن. من تنها زهرا را دوست می‌دارم. زهرا را. بیا حاضرین آدم را برداریم. نه، اول باید فهمیم که او با کی گفتگو کرد. تعقیبش کن. برای خودت زندگی نو برپا کن. او را فراموش کن. از پس خیالات نرو دخترم. فراموش کرده نمیتونم. کالتا کلاس مرد. آنی را که دیده او کلاس نیست. هر کسی که نقاب پوشیده است کلاس شدن نمیتواند. ولی انگشترین چی؟ شاید تصادفاً به دستی او افتیده است. این یگان معنی ندارد. تو به این باور نکن. گوش کن، تو را در پیش زندگی نو انتظار است. به گذشته دل بسته آینده‌ات را نسوزان. برای من دیگر آینده نیست. تنها برای یک هدف زندگی دارم. آن هم نفری که دوست داشتم رو کشته از نیست کنم. در آن خانه چوبین چهره تماما سوخته بود. وقتی که تو را به بیمارخانه آوردند دیگر گذشته این نداشتی. من باشم دخترم را از دست داده بودم، آینده ای نداشتم. دخترم، جانم، جگرم، جانم، دخترم. آن غم و اندویی که در دل داشتم تنها خودم می‌دانستم. من خواستم به تو زندگی نبخشم. جانم. دخترم بهترین داراییم بود. دخترم
چهره دخترم را به تو دادم. وضعیت دختری که روی سوخته است چه خیل است؟ زنده میموند ولی چهرهش در شکل میموند که هیچ کس نمیشناسد. این حادثه چه خیل شده است؟ تا جایی که از پلیس ها فهمیدم اژدهار سرخ گفتنی قاتلی بوده است، خواسته است که او را کشد. نام دختر چیست؟ زهرا شنلی. گوش کن دکتر، چهره دخترم را به زهرا شنلی میگی و درباره این به هیچ کس نمیگویی. همه زهرا شنلی را مرده می‌یابند. ولی این چه خیل میشود؟ نمیخواهم که اژدهار قاتل به نفری که چهره دخترم در او ضرر رساند. اصلا اجازت نمیدیم. مرا فهمیدی؟ فهمیدم. اینجا تو خواب نیستی. اینجا دختری من خواب است و من به تو چهره دخترم را دادم. تو اکنون دختری من هستی. دیگر کسی از همه پر ارزشترین در حیاتم تو هستی. لطفاً تو به گذشته صلوات گوی. با آزردگی راهی آینده را پیش نگیر. گوش کن، تو آینده زیبا داری. نمیخواهم غمگین باشی. شما را میفهمم. شما چهره دخترتون رو برای بد کردن ندادید، بلکه برای زندگی نو دادید. اگر ترسید که به چهره دخترتون ضرر میرسد، پروا نکنید. به این چهره ضرر نمیرسد. نه این خیلی نمیشود. تو دختری من هستی. چرا به من چنین میگویی؟ بخشش میدونم که مرا مثل دخترتون میدونید. من از پشت آن اژدهار قاتل تو را مرده نشان دادم. تو را از او و دیگرها پنهان کردم. به تو یاری دادم که خودت را محافظت کنی. برای همه اون کارهایی که برای من کردید تشکری زیاد. ولی در این حیات تنها سبب زنده بودنم این است. التجا میکنم دخترم. بعد از کشتن اژدهار قول میدهم که چه خیلی شما میخواهید زندگی میکنم، اما تو لحظه مرا به حالم گذارید. گوش کن دخترم، باز هم از تو جدا زندگی کردن نمیخواهم. خواطر نشوید. هیچ کس به دخترتون ضرر رسونیده نمیتواند.
کجا میروی؟ به مزار زیا. او را فراموش کن، فراموش کن. شاید درست میگوید. از پس یک خیالات نباید روم. ولی لحظه فکر کردم که شاید زیا زنده باشد. تو رو بسیار یاد کردم عشقم. فکر میکردم که زنده هستی ولی نیستی. اگر زنده میبودی تو مرا حتما میافتی. الوداع عشق پاکی من. تو رو تا آخری عمرم دوست می‌دارم و هرگز فراموش نمی‌کنم.
کی هستی تو؟ بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفت بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.